بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، در مکتب ایمانی و اخلاقی محمد صلی الله علیه و سلم شاگردان نجیب و بزرگ به وای رسیده است که تاریخ بشریت با آنان افتخار دارد. بزرگترین استاد بشریت فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم با وحی الهی و با حکمت‌های نبوی از میان مردان و زنان شخصانی را تربیت نموده و کمال قله‌های انسانی رسانیده است که در میان هیچ امتی چنین نمونه‌ها وجود ندارد. از این است که بعضی دانشمندان و متفکران چون عظمت و بزرگی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدند، گفتند برای محمد صلی الله علیه و سلم اگر بجز یاران او هیچ معجزه دیگری نمی بود، این پیامبر درود و پیام خداوند بر ایشان باد، اگر بجز یارانش هیچ معجزه دیگری نمی داشت که این معجزه های زیادی دارند، وجود همین یارانش به همین شکل بودن یارانش خود معجزه کافی، خود دلیل کافی بر صدق نبوت ایشان است. دوستان گرامی، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه میدان اخلاق حمیده پیشوا و امام و راهبران بزرگ هستند. اگر پیشوای بزرگی، راهبری والای، نمونه بهترینی در صدق ایمان و در کمال خدمت بر دین، بر جان و مال اگر خواهیم کسی را ببینیم، ابوبکر صدیق رضی الله عنه داریم. و اگر نمونه در غیرت دین و در کمال عدل و انصاف شخصی را خواهیم جستجو نماییم، شناسیم، نامی بزرگی عمر فاروق به ذهنها حاضر می‌گردد. و اگر در کمال حیا و در قربان نمودن مال و خرج آن در راه خدا نمونه ای را خواهیم، عثمان بن عفان ذی النورین داریم. در ساحه علم و معرفت زید بن ثابت و ابن مسعود و ابو هریره. در شجاعت و دلیری حضرت علی و خالد و سعد و طلحه داریم. در هر میدان از میدانها و ساحه های اخلاق و آداب و بزرگی ما نمونه های زیاده با تعداد زیاده از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم. دوستان گرامی، این بزرگان نامور ستارگان آسمان ایمانند و قلعه های بزرگ دینند که هر شخص مسلمان هر قدر به آنان بیشتر آشنایی پیدا کند، به این دین بیشتر آشنا می شود، به قرآن بیشتر آشنا می شود، به استاد آنان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیشتر آشنایی پیدا می کند و عظمت او را بیشتر می تواند ببیند. دوستان عزیز، اینجا نامی چند تن از بزرگ مردان یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم نام بر شد، اما باید دانست که از میان زنان نیز زنان فاضله و بزرگی را پیامبر صلی الله علیه و سلم تربیت نمودند که هر یک مکتب اخلاقی و ایمانی است که هر خواهر یا هر مادری میتواند با آن آشنا گردد و اقتدا کند و راه سعادت را در پیروی از او پیماید. یکی از آن بزرگ زنان که در مکتب محمد صلی الله علیه و سلم درس ایمان و اخلاق گرفته، سلیم مادر انس بن مالک است که ملقب به رمیسا است. البته حیات این زن بزرگ و فاضله و با ایمان سراپا همه درس و عبرت است. روزگار او، ترجمه حال او خود یک مکتب ایمانی و اخلاقی است که شایسته آموزش خاصتا از جانب مادران و خواهران است. اما اینجا یک لحظه از حیات او را، یک صحنه از روزگار او را عرض می نماییم که بیشتر به مادران و خواهران تعلق دارد تا در این صحنه از حیات سلیم، این لحظه از حیات رمیسا، درسی در صبر و شکیبایی در مصیبت‌های الهی، درسی در خانه‌داری، درسی در احترام شوهر توانند از این لحظه به خود بگیرند. حالا در این عصر که طوفان از افکار و اندیشه های بیگانه به ذهنی هر زن و مادر مسلمان در تهاجم است و همه روزه درس های از مکتب فمینیسم به آنان تلقین می شود و جای اینکه وضع عائله و عائله داری
شوهرداری و فرزندداری بهتر شود، همه روزه آمار طلاق در افزایش است. در چنین عصری، در چنین وضعی، بر هر زن و مادری مسلمان، بر هر خواهری مسلمان ضرورتر است، حتمی‌تر است تا با نمونه‌های والای ایمانی و اخلاقی از تاریخ اسلام آشنا گردد. زنانی را چون ام سلیم بیشتر آشنا گردد تا با آنان اقتدا کند، چون اقتدا با آنان راه سعادت است، راه قرآن است، راه درستی زندگی است. آن پارچه از حیات ام سلیم که می‌خواستیم پیشکش شما گردد، همان مصیبت است که در حیات او با ابو طلحه رخ داده بود. ابو طلحه شوهر ام سلیم است که داستان ازدواج او با این زن نیز داستان مهر آنها قصه جالبی دارد. خلاصه ابو طلحه با رمیسا عائله بنیاد کردند و رمیسا از ابو طلحه پسری به دنیا آورد که ابو طلحه او را خیلی دوست می داشت و خیلی به او دلبستگی داشت. در بعضی روایات محدثان گفتن این همان کودک است، همان طفلی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با او شوخی داشت، نوازش میکرد. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، گنجشکی داشت بازی میکرد. برای فرستاده خدا صلی الله علیه وسلم باره با او نوازش و لطف کرده، به بازی این گونه سوال و پرسش کرد. خلاصه رمیسا فرزند آورد و این فرزند خیلی محبوب بود برای ابو طلحه، یعنی دلبستگی بیشتر داشت، او رو بیشتر دوست می داشت و این فرزند به قضا بیمار شد. بیماریش طول کشید و هیچ دوا و داروی فایده نکرد، اثر نکرد. روز ابو طلحه پشتی کاری روزگار بیرون از خانه بود، این طفل فوتید و از دنیا گذشت. جگربند ابو طلحه از دنیا گذشت. ابو طلحه و رمیسا این فرزندی محبوب ترینشون را از دست دادند. ابو طلحه در بیرون از خانه بود، از این قصه خبر نداشت. رمیسا به اهل و خاندان و کسانی که از این واقعه آگاه بودند گفت: لا ينعين احد منكم ابا طلحه ابنه حتى اكون انا الذي انعاه له. یعنی هیچ که از شما هرگز این خبر را به ابو طلحه نرساند تا من خودم به او نگویم. سفارش داد که هیچ کسی به ابو طلحه خبری مرگ پسرش را نگوید، چون رمیسا میدانست که ابو طلحه سخت آزرده خاطر می شود، چون که این فرزند برایش خیلی عزیز بود نسبت به دیگر فرزندانش. سفارش کرد، امر کرد که هیچ کسی این خبر را به او افشا نکنه، من خودم باید گویم. کودک را شستند، کفن کردند، در کنار خانه گذاشت و منتظری رسیدن شوهر شد. شوهر آمد و البته که فرزند بیمار دارد، نخست از فرزندش پرسید که پسرم چه حال دارد و رمیسا نیز در جواب گفت: ما کان منذ اشتكى اسکن منه الساعه ارجو انه قد استراح. فزان لحظه که بیمار شده در آرامترین حالت است، امید دارم استراحت کرده شده باشد. ابو طلحه نیز گمان کرد که کودک خواب است. رمیسا گپی درست گفت، چون که کودک در حالت آرامش بود و در حقیقت از بیماری به استراحت گذشت. اما ابو طلحه گمان کرد که در خوابی دنیاست و بیماریش بهبود شده، استراحت کرده است. برای شوهرش طعام آماده کرده بود، دسترخوان گسترد، طعام آورد، نان و آب آورد، شوهرش تناول کرد، سیر شد. رمیسا خود را مزین کرد، خوشبویی زد، آرایش داد. درست که آن روز مصیبتی در خانه او رخ داد، جگربندش را از دست داد، ولی وظیفه دیگری دارد که برای خود ضرور می‌داند که آن وظیفه را به طوری بهترین اجرا کند که آن خدمت شوهر است، خانه‌داری درست است، آباد و خوشحال نگه داشتن فضای خانه است. مصیبت رخ داد، قضای الهی، اما وظیفه دیگری که بر عهده دارد می‌خواهد در آن تقصیر نداشته باشد، کوتاهی نکند. خوشبو کرد و مزین شد و به حضور شوهر آمد و آنچه که میان زن و شوهر عادتاً رخ می‌دهد میان آنها شده گذشت. چون ابو طلحه غذای طعام خود را و غذای نفسانی خود را گرفت، خاطر جمع شد. همسر گرامیش رمیسا با او خطاب کرد و گفت: یا ابو طلحه، گفت: یا ابو طلحه، ای شوهر گرامی، سوالی دارم. اگر مردمی
دست کسی عاریت گذارند، چیزشان را به امانت گذارند و به گذشت مدت سراغ آن چیزشان بیایند، آیا حق ندارند چیزشون رو طلب کنند؟ آیا این مردم وظیفه‌دار نیستند تا چیزی آنها را باز پس دهند؟ آیا چنین نیست ای ابو طلحه؟ گفت که بله چنین است. پس گفت اگر چنین باشد اصبر واحتسب، صابر باش، فرزندمان را که خداوند به ما عطا کرده بود باز پس گرفت، صبر کن و از این مصیبت امید اجر و ثواب داشته باش. در این لحظه کمی تأمل نماییم مادران و خواهران گرامی. یعنی رمیثا به شوهرش هنگامی که از خانه می برآمد اعتراض نکرد که فرزندت بیمار است، تو که کدام یک کار دیگرت را اولاد دانسته می روی. رمیثا سر و صدا نکرد که شوهرم مرا تنها گذاشته با این کودک بیمارش رو در پهلوی من نیست در این لحظه مهم زندگی من. رمیثا بعد آن که فرزندش فوتید زنان همسایه را جمع کرد و فغان نکرد، بلکه قضای الهی را با قلب صابر با ایمان کامل پذیرفت و صبر کرد. نه تنها آرام نشست بلکه طعام آماده کرد، شوهرش را به نیکی استقبال کرد و خود را آرایش داد تا حق شوهرش را حتی در این لحظه سخت ادا کند. وقتا زن به زندگی، به حیات و مرگ، به شوهر چنین نگاه دارد، به مصیبت ها چنین برخورد می کند، البته که زنی با ایمان است، زنی است که از چنین زن خانه آباد می شود، سعادت فراهم می شود و چنین زن را شوهر بیشتر دوست می دارد، بیشتر گرامی می دارد، عزیزش می داند و حق چنین زن را پیش از اینکه زن طلب کند به شکلی بهتر و کاملتر ادا می کند و با چنین اخلاقی دو جانبه کمال احترام و کمال تلاش کردن برای راضی ساختن شوهر از جانب زن و کمال احترام و گرامی داشت از جانب مرد وقت صورت می گیرد، پایه های عائله استوارتر می گردد و سعادت در آن خاندان بردوام می گردد. ابو طلحه انصاری صبح آن روز نماز بامداد را با پیامبر صلی الله علیه وسلم گزارید و به ایشان این خبر را قصه کرد که دیروز فرزند من وفات کرده، مرا خبر نکردند. این رمیثا که پیامبر صلی الله علیه وسلم زن را خوب میشناخت و خیلی گرامی می‌داشت، او مرا خبر نکرده تا آن زمان که من خوردم و سیر کردم و حتی خفت و خواب میان ما صورت گرفت، بعد خبر شدم. پیامبر صلی الله علیه وسلم را از این تصرف، از این نوع خانه‌داری رمیثا خوش آمد و ایشان این دعای مبارک را و این امید را از لطف خداوند ابراز کرده، گفتن لعل الله یبارک لهما فی لیلتکما، امید دارم که خداوند در آن شب شما برکت عطا کند، در آن شبی که با هم همزیستی کردید امید دارم که خدا برکت دهد. این داستان رمیثا و ابو طلحه در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت می شود. یکی از راویان حدیث سفیان ابن عیینه امام بزرگوار فقه حدیث می گوید فقال لي رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد قد قرأوا كلهم القرآن. امام میگوید من مرد انصاری را شنیدم که میگفت از نسل آنان من 9 نفر فرزندانی را دیدم که حافظ قرآن بودند. از برکت آن دعای نبوی و از برکت اخلاق والای رمیثا و امید سعادت و سربلندی در دنیا و آخرت. خدا نگهدارت.